بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. امروز تولدمه و داریم میریم یه جا بیرون شهر، ویلا اجاره کردیم، میخوایم بریم اونجا خوش بگذرونیم. الان هم میخوایم بریم کیک و اینامو بخریم، بعدش بریم اونجا. اینم چمدونمه که به همین کوچولوییه. خب الان داریم میریم کیکو بخریم. خب کیکم خریدیم، بزنید بریم. تو راه یه بستنی هم بخوریم دیگه. خیلی خوشمزه است. بچه‌ها ما رسیدیم. الانم داریم میریم تو ویلامون. یکم سربالاییه، سخته. اینم ویلامونه، اینم بقیه جاهاشه اونجا. اینم بقیه ویلاهای. جکوزی داره و توش هم بعدم بهتون نشون میدم. اینم کوکوه، گوجلو مامان کوکو. اینم تو ویلامون، اونجا دستشوییه، اونجا هم تخته و جامی میز داره و اونم بیرونش که جکوزی داره. ما رفتیم توی استخر و جکوزی اینا، بعدش اومدیم یه دوش گرفتیم. الان هم میخواییم آماده شیم که بریم شام بخوریم. خب بچه ها ما الان اومدیم رستوران که شام بخوریم. شام اومد بهتون نشون میدم. اینجا همه غذامونو خورده بودیم، همین غم مونده بود براتون فیلم گرفتم. خب ما شاممونم خوردیم، الان میخوایم بریم که کیک بخوریم. ببینید اینجا هم بهتون نشون بدم، خیلی قشنگه. اینجا داشتم گفتم ما شامونو خوردیم، برگشتیم تو ویلامون. الان میخوایم که کیکو بخوریم، البته بعد اینکه کوچولو شاممون هضم بشه. بچه ما دیگه دیشب خیلی خسته بودیم، گرفتیم خوابیدیم. الان هم صبح شده، اینجا صبحونه هم میدن. میخوایم بریم صبحونه بخوریم که بعدش جمع جور کنیم دیگه برگردیم. اینم ویوه. الان داریم یه سری وسیله ها رو میبریم پایین که ببریم تو ماشین. اینم منم چمدون به دست دارم میرم به سمت ماشین. گوش داشتم میفتم. اینم از صبحونه.
خب اینم صابونه که من برداشتم. یه کوچولو این گندم سیاه ها، یه سوسیس، یه کالباس، یه دونه وافل. اینم نونه که با تخم مرغ قاطی شده با آب پرتقال. اینجا داشتم صابونمو تست می‌کردم و نظرمو میگفتم راجع به صابونه‌ای که برداشته بودم و همه چی هم خیلی عالی و خوشمزه بود. خیلی هم از همه چی خوشم اومد و لذت بردم. اینجا هم داشتم آب پرتقالش رو تست می‌کردم که آب پرتقالش هم واقعا خیلی خوشمزه بود. خب بچه‌ها ما دیگه صابونمونم خوردیم، الان دیگه میخوایم برگردیم. مرسی ازتون که نگاه کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنلم هم سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. تا ویدیو دیگه خدافظ.